با نام خدای یکتا سلام. من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. و عزیزانی که در داخل تلویزیون هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان اگر تازه به کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و تکمه زنگوله دائمی را برای همیشگی فعال سازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع امروزه برنامه ما میریم با هم به طرف تلفریق یا کانال دراگ شهری مادرید. تلفریق شهری مادرید را یک شرکت سوئیسری یا سوئیسی با نام وان رال ساخته و 20 ایون سال 1969 میلادی از طرف مادر مادرید کارلوس آریوس ناوارو افتتاح یافته است. درازی این کانال یا تلفریق به 2500 متر یا 2.5 کیلومتر برابر است و دارای 80 دانه کابین، هر یک کابین 3-4 نفر را گنجایش دارد و بلندیش از سطح زمین 40 متر می باشد. اگر دوستان شما از این ترانسپورت استفاده برید از این طرف شهر به آن طرف شهر در مدت 10-11 دقیقه شما را برده می رساند. مادرید تلفریق از یک پارک این طرف شهر به پارک طرف دیگر شهر شما را برده می رساند. عزیزان بریم با هم تماشا کنید. دوستان عزیز سلام دوباره. ما هم هنوز در شهر مادرید هستیم. اومدیم به یک باغ و بریم میگن در این باغ در آخرش کانال دراگ هست. ببینیم اگر بیابیم در کانال دراگ مادرید هم بالا شیم ببینیم از بالا چه چیزا رو ما بهرش ما دریافت کرده میتونیم. و این کوچه رو ببینید، این کوچه یکی از کوچه‌های دیگری شهر مادرید. دیگه با ما باشید دوستان، ما رو تنها نگذارید تا آخر برنامه را بیننده باشید ببینیم چه چیز امروز آماده کرده میتونیم بهر شما عزیزان. ما هم بریم یک جا ببینیم. اینم گفتیم یکی از باغ‌های شهر مادرید. خیلی سرسبز است، سیر آدم است، مردم تفریح دارن، مردم سیرگشت دارن در باغ. اما بریم جای گفتگی، این جای کانال دراگ یا تلفریق یا میگن فرانسه یا تلفریق، روسا کانال دراگ. دیگه خودمون هم میفهمیم چیش میگیم، راه هوایی میگیم چی میگیم. با خلاص دیگه هم تریش را با ما باشید بریم اینجا. دوستان ما هنوز هم در پارک هستیم. خیلی پارک کلان است، خیلی کلان. ببینید این طرف بالا تلفریق یا که کانال دراگ میگم اونجا بوده. اون کابیناش معلومن اما سرشبش میگن دمی نزدیکی ها. نگاه بریم با هم ببینیم یک جویا. ببینید چقدر سرسبز است، به خدا استراحت میکنه آدم در این هوا. ماشاءالله امروز هوا به حد نیمه ابری است، نیمه بارانی، گرم نیست. داخل روزها داخل چو دیگه ما از شوق گفت گپا نوار برداری میکنم. یک روز خوبه، یک روز بهترینه. در عموم همه روزها بهترینه خوبن، اما بازی هواهایی که مثلا با تاب دلی آدم باشه ما خوشش میاد که نوار برداریش بیشتر کنه و جاها زیادتر بره، جاهای دیدنی و زیبا را. باور کنید بچه‌ها شهر مادرید خیلی شهر کلان است، شهر خرد نیست، اما خوشبختانه است که مترو داره. مترو بهترین چیز از هر شهری که مترو داره. گفتی گپا اون شهر ما احترام قائل هستم، یا که ابرجایو یا که جاداغ ما کدام زبانی بفهمین. اینا ببینید برادر یک دفعه از بالا نوز تلفریق است. نمی‌بینید دوستان کانال دراگ اونجا بوده. بریم با هم ببینیم از نزدیک تا کجا ما میتونیم بریم. این هم جاده‌های گفتیم جاده خیابان است، خیابانی که در پهلوی پارک قرار داره. چنانچه گفتیم مردم میخوان در قد کوچه نان بخورن. بریم طرفی کانال دراگ یا تلفریق تا ببینیم از نزدیک با هم
چیزا کرده میتونیم. خب این هم دیگه کوچه های شهر مادرید. این هم دیگه جاهای خوردنی با خب چقدر دور باشه این نزدیک باشه هرچی میریم خلاص هم شه پارک. خب یک دفعه یک طرف ببینیم. چقدر پارک صاف زیباست. خب کوچه ها و شهر خیابان های شهر مادرید خیلی زیبا هستن برادران. خیلی تازه، شهری خوب، شهری آزاده، آباد و اینجا چی میگن خیلی سگده باغ بسیار است. حتی صاحباش آمدن بازی میکنن و تفریح میکنن. خب نزدیک نمیفهم دیگه نزدیک شدیم نشدیم. هنوزم راه ادامه داره. نمیدونم ایده کجا باشه. چقدر دومی باریک دراز بلند. خب خب بریم دیگه طرف. اینجا بوده نزدیک شدیم بچه ها. تلفریکا اینه. دوستان عزیز اینجا رسیدیم و همون جای گفتگی. بینویندوس مادرید تلفریکا. خوش آمدید به تلفریک شهر مادرید. این طرف انتره بریم ببینیم که چی چیزا را ما به نوار کشیده میتونیم از تلفریکی شهر مادرید. خب کابیناش همینجا داشته باشن چی؟ خب این هم جای درآمدگاهش. بریم خب چی نواری آدم ها. خب با ما باشه دوستان. عکس دیگر را بینیم باور که این نوبت بی این باور که خیلی نفر آدم زیاد است. خب نگاه اینجا تعریفش هم 4.5 یورو 4 یورو 5 یورو میبینیم. نوبت ما کی میرسه. این رو بینش ما یک دفعه چقدر نفر زیاد است. ما باید بریم در قفای مردم نوبت بگیریم. خیلی نفر زیاد است. خیلی Venga, vete a tirarlo a la basura que sales. بچه‌ش هفته شد. این ما امروز نمیرسیم در اینجا چی؟ دوستان بینید یک دفعه گشت ما این صفحه در کجا های؟ برای این باید علاج نیست. باید نوبت بگیریم. این قانون قاعده همین خیلی است. Hoe dernier? Non, non. Si. Alors, این هم نفرهایی که آمده شد. دوستانی عزیز ما هنوزم در نوبت هستیم. باید بریم کانال دراگا. خیلی نفر آدم زیاد است. نوبت هم خیلی طولانی است. یک ساعت میشه ایستادگیم. نه در اینجا رسیدیم. آدم ها رو بینید تا آخر چقدر آدم.
دوستان عزیز ما وارد شدیم، بلیط گرفتیم در اومدیم. این خیلی کابینه ها داشته است، کابینه هاشون میدک 2 نفری 3 نفری را سوار میکنه است. با ما باشید دوستان، ببینیم با چه چیزها جالب در پیش است. با هم بریم تماشا کنیم. این نوبت ما چند نفر بعد میرسه. با نام خدا دوستان سلام. چنانچه گفتیم ما در شهر مدید قرار داریم، ما در تلیفیکیم و نوبت ما باید بریم و از بالای شهر ببینیم شهر چی نمود است، شهر از بالا چه کیلومتر با هم خواهید دوستان با ما باشید. میریم طرف تلیفیک بالا میشیم خود چیزی را ما با نوار کشیده میتونیم و شما دوستان عزیز با ما باشید. شما یک دفعه را بینید چکلیه سوار بشه میرم با ما باشید دوستان. وقتی شما میگم برنامه بعدی دوستان اگر نوبتی ما اومدیم کابینه ایفون مرسی میریم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. بکر این بالا دخص ورکرانگو ماشاءالله. نگاه ببینیم دوستان چی میشه با ما باشه دوستان. دوستان عزیز میدم امو متا رو چی میگن خواهش متا میبرن اما چیزست. این مردم هم به طرف هنوز هم منتظرن. خیلی سخت زیاده است، نفر خیلی زیاده است. بینین و ما فعلا قرار داریم در داخل کابینه و میریم از این طرف شهر به اون طرف شهر. دوستان عزیز گفتن هم اونایی تلیفیک که سال 1969 روی کردگی میسن و کار آغاز کرده است. یک کمپانی شویتسکی فعال خطیز میبره. این طرف با اون طرف 60 دقیقه میره. بلندی ارتفاع در 40 متر. چی خوندم با خلاص که بخوای اگر شهر مدرید خشور ببینی ای بالا اینجا میتونی که بیای ببینی و لحظات ببری. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت داریم باشش افتشیم ترسیون بینم دوستان شهر مدرید شهر میشه و دیگه این طرف این طرف بینش خیلی منظور خشمای. این دوستان شهر مدرید از بالا. جای سیام کم و جای چی نیست خیلی به نظرم بزرگ خصوصی است. شهر مدرید این طرف تمام قصرها و چیاشون معلوم میشوند دیگه. کابینه هاشو برای 3-4 نفر بوده است برادران. این هم برای آهنی شهر مدرید. در اون طرفش میگن در ایستگاه آخرش جای چی بده؟ ایستگاهی پارک رازلیچینی بده و زوپارک. اگر وقت شد انشاءالله از اونجا هاشم میگیریم نوار انشاءالله. خب ببینید شهر مدرید برادران.
80 دانه کابینه داشت از تلفیقی 80 دانه در ارتفاع 40 متر به دست بلندی از زمین. همین چی؟ دیگه چی بود خواندم با در سال 1969 مثلا استیتور داده شده است. کمپانی شلیتسه اسمسکی کمپانی که در 20 سال کار دارن. در بینه تمام تکنیکیاشون سرخیل گامای مدرید. این هم کدام آفتراسه کلانی شهر مدرید. شهر مدرید خیلی کلان است زیبا. بازم با برنامه ما خوش آمده دوستان. ما فعلا داخل کابینه هستیم و میریم از این طرف شهر به اون طرف شهر مدرید. شما بیننده ما باشید تا آخر برنامه رو دوستان و بریم تا آخرش ببینیم چی سوی دیگر دارم دیدنی با و جالب و بحر شما به نوات بکشیم و بشکش شما نمایم. با ما باشید دوستان. زودی زود برمیگردیم. اونجا در پارک رازلیچین معلوم میشه و اونجا کاروسلا و چیزا معلوم میشه طرف ده و میگن زو پارک هم در پهلوش است. نمیدونم ولی حقیقت داره نداره دقیق است یا نه. میریم ان شاء الله. یه هم کدام پارک کلونی جای تفریح و تماشا و چی میگن پیکنیک کردن و شاشلیک پختن همین چیزا بوده. خاطری که خیلی کلان است و جاهای مخصوص به خاطر شاشلیک بازی دارن. خیلی باقی کلان است. این چقدر سرسبز است. اون طرف دیگه شهر مدرید دوستان. این طرف ببینید شهر مدرید معلوم میشه. طرف شهر اهالی نشین است. جای مثلا چی؟ یا پارک کلان. و این طرف هم ادامه پارک است. خب باور کنید خیلی خوب جای جالب جای تماشا بابی شهر مدرید. خالی هنی باشه. چند طرف خالی سر بتر باید چند طرف با آدم بشنن. خیلی خالی داشت از جا. مکانم که برابر شود ترازو. با ما باشه دوستان. بازم برنامه ما ادامه دارم. همچنان که ببینید اینجا جای پارک رازلیچینی هست و دربارش میگن زو پارک. دوستان گفتن هم اونا بلیت داخل شدن به اینجا آدمای کلانسال 4.5 یورو و برای آدمای تا 4 ساله را بی پول، از 4 ساله تا 12 ساله را 10 یورو، دیگه آدمای کلان 4.5 یورو میباشند در تلفیقی شهر مدرید. دیگه چی از جای جالی گزیده دیدنی طرف شهر رو بینه خیلی. کابینه زمینش خیلی کابینش خورده خودم تا قش دیگه بلند کابینه دیدنم که چی میگن کامera دارم قدیم اگر تا پس مارم کنن نمیدونم. دوستان اینم نزدیکی این طرف ایستگاه آخرین
برگشت بلیت بگیری 6 یورو های اگر رفت برگشت. اگر یک طرف بگیری 4.5 یورو. ما یک طرف گرفتیم چون خواستیم که این طرف هم ببینید و این طرف شهر چه چیزا داره برای تماشا ما باید دیدنی. ما ما بلیت یک طرف گرفتیم و برای این طرف شهر هم ببینید. خب اینجا هم جای پیکنیک، جای بازی های کودکانه. اینجا بینید مردم نام خدای سر یعنی میتونه که بیایی اینجا ششلی کنید و پیکنیک کنید. اینجا بینید چند تا مردم شگی نام خدای سر اینجا میتونن بچه ها بازی کنن. البته کسانی که فامیلی هستند، شخصانی که زن و بچه ها و فرزند دارن، کسانی که تاقن مجردن دیگه میتونن تماشا میکنی میگردی میره دیگه ما هم میگردی. خب این برادران آخرین ایستگاه از این طرف به این طرف. یا بسیار همه آخرش تیز چی خیلی حتی هم اول سر دادن نداره، آخرش تیز میشه خیلی. این طرف هم تین نفر زیاد است. Gracias. این هم بریم دیگه طرف شهر دوستان. بیام دیگه طرفی تلفیقی شهری ما. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه دوستان. شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. پیش از خداحافظی کردن دوستان به کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خود بفرستید. و میریم به برنامه‌های دیگه. شما رو به خدای پاک و منان میسپارم. خداوند مددگاری همه ما شما باشد.